چرا ما عزاداری میکنیم اونا ناراحت، ما سیاه میپوشیم اونا عصبانی، پولشو ما میدیم اونا نق میزنن، مردم از شکم خودشون میزنن برای اینکه بتونن مثلا شاهنامه رو شامی بدن تو محرم، یه نظری بدن، یه اربعینی، یه کاری بکنن. و شما قر میزنی، شما فوش میدی، شما اعتراض میکنی، به شما چه؟ ما گریه میکنیم، به شما چه؟ دقیقاً اتفاقی میفته که اونا میخوان اون اتفاقه نیفته. چرا با جشن و عزای ما مخالفن؟ برای اینکه این جشن و عزا آدم درست میکنه، جامعه تربیت. ببین وقتی یک کسی معتاده، یک کسی به شراب معتاده، یک کسی به گناهی معتاده، این قدر براش انگیزه درست کنن، این قدر این برابرش رو بگیرن آیا عالم توبه بکنه یا نکنه. اما اینا دیدن تو دستگاه امام حسین طرف از 7 سالگیش عرق میخورده، از 7 سالگیش، بعد بردنش کربلا. یه قسم به آقای بیدست، به قول خودش گفت یه قسم به آقای بیدست دادم، به قمر بنی هاشم گفتم به او 2 دست بریدت قسم، دیگه لب نمیزنم دست. نبایدی حسین مطرح بشه، نه جشنش نه عزاش، برای که تمام زحمات دشمن رو نابود